دی میشه من یکی از این کیکو بخورم؟ بله دایی جان بفرم. میشه من امشب بیان تو اتاق تو بخوابم؟ نه خودت اتاق داری دیگه. پوستش چرا میخوری؟ خوشمزه. میخواستیم بریم خونه آمومینا، مامونا قبلش بهمون غذا داد. سیرقه رفتی اونجا نگی گشنمه، همینجا هرچی میخوای بخوری بخور. رفتی اونجا بو غذا من گفتم وای چه بو خوشمزه ای. زنمون گو غذا خوردی؟ من گفتم نه. مامانو نشست کنار اون یه پینجوری این گرفت دی میوه موز آوردن. من گفتم وای موز. دی موزاش هر کدوم همه اقا. مامانو گو ای تو میگه هر رو موز میخوریمه؟ گفتن دروغ میگه. گفتم ما 3 سال پیش این موزی خوردیم. وای گفتی؟ دی اونجا چیش کرن در چیشا شده با همه تمومه. گو بواس میسودونم. تازه پسر آموم هم زدم. اونو دیگه چرا؟ بواسک نمیذاش موزا بردارم. میگو پرتقال بردار. منم با اینجا زانو اومدم لای لنگه. مامانم گفته سرت رو سینته. سرت رو سینته. هیچ کاری میشه بیان تو اتاقه؟ به امام حسن عسکری. ده یه موزی دادیدن. اگه اجازه هم بدی میرمش به تو. نگاه چه قب بزرگه. بیایی کیکو هم برای تو.